سلام به همه شما که صدای ما رو میشنوید. در ادامه بحث کارآفرینی که تو کانال لیدر مارکتر داریم، قرار گذاشتیم که نقش تحقیقات بازار، تحلیل رقبا و همینطور استراتژی اولیه رو بررسی کنیم. بله، قراره توی چند تا گفتگوی آینده حسابی اینها رو باز کنیم و عمیق بشیم. دقیقاً. و اینها مطالبی هستند که تو بزرگترین دانشگاه‌های دنیا تو بخش MBA تدریس میشن. ولی ما می‌خوایم تلاش می‌کنیم خیلی ساده توضیحشون بدیم. این همون چیزیه که فرشید همیشه روش اصرار داره که همه چیز باید ساده و کاربردی باشه. خب امروز می‌خوایم بریم سراغ یه سوال بزرگ و شاید یکم ترسناک. چرا اینقدر زیاد، یعنی حدود 90% استارتاپ‌ها شکست می‌خورن؟ این آمار واقعاً تکان دهنده است. دقیقاً. و هدف ما اینه که از این عدد نترسیم. هدف اینه که این 90% رو کالبد شکافی کنیم. میخوایم ببینیم پشت این آمار چه دلایل مشترک و چطور بگم قابل پیش بینی پنهان شده. پس در واقع این یه نقشه راه برای بقا حساب میشه. کاملاً. یک جور واکسیناسیون استراتژیک برای کسب و کار تو. با شناختن این تلاها میشه ازشون دوری کرد. خب عالیه. بیا از رایج‌ترین تصور شروع کنیم. وقتی میشنویم یه استارتاپ شکست خورده، اولین چیزی که به ذهن همه میاد اینه که حتما پولشون تموم شده. این تقریباً دلیل پیش‌فرض شکسته. چقدر این تصور درسته؟ سوال خیلی خوبیه، چون این تصور هم درسته و هم غلطه. چطور؟ ببین، طبق گزارش CB Insights، تمام شدن نقدینگی با 29% دومین دلیل بزرگ شکسته. پس این یه عامل کاملاً واقعیه. خب پس درسته دیگه. اما نکته کلیدی اینجاست، تمام شدن پول معمولاً علت مرگ نیست، بلکه گواهی فوت هست. گواهی فوت؟ چه تعبیر جالبی. بله، یعنی این یه نشونه یا یه سندروم هست، نه خود بیماری اصلی. پس بیماری اصلی چیه؟ اگه تمام شدن پول فقط مثل تب باشه، اون عفونت اصلی کجاست؟ عفونت اصلی دلیل شماره 1 شکسته، عدم نیاز بازار. 42% از استارتاپ ها به این دلیل از بین میرن. یعنی اونها محصول یا خدمتی رو میسازن که هیچ کس حاضر نیست براش پول پرداخت کنه یا حداقل تعداد مشتری کافی وجود نداره. متوجهم. وقتی درآمد پایداری در کار نباشه، هر چقدر هم که سرمایه داشته باشی مثل یه سطل سوراخ میمونه، بالاخره خالی میشه، چون داری پول رو صرف چیزی میکنی که خریداری نداره. صبر کن ببینم. یعنی شما میگی داشتن پول زیاد اول کار نه تنها لزوماً کمک نمیکنه. نه تنها کمک نمیکنه، بلکه حتی میتونه باعث شکست بشه. میتونه شکست رو تسریع کنه؟ این برخلاف تمام تصورات رایجه که فکر میکنن مشکل همیشه کمبود بودجه است. دقیقاً همینه و این یکی از مهمترین تله‌هاست. گاهی پول زیاد در مراحل اولیه مثل بنزین روی آتیش عمل میکنه. پدیده‌ای وجود داره به اسم مقیاس‌گذاری زودهنگام یا پریمچور اسکیلینگ که طبق تحقیقات عامل شکست 74% از استارتاپ‌های تکنولوژیه. 74%؟ خیلی زیاده. خیلی. یعنی قبل از اینکه بنیانگذاران مطمئن بشن که محصولشون واقعاً یه مشکل واقعی رو حل میکنه و مشتری داره، که بهش میگن پروداکت مارکت فیت. دقیقاً. قبل از رسیدن به این نقطه شروع میکنن به استخدام‌های گسترده، اجاره دفترهای آنچنانی و هزینه‌های سنگین بازاریابی. در واقع دارن یه موتور معیوب رو با سرعت بالا راه میندازن. آفرین. نتیجهش مشخصه، یه تصادف خیلی پرهزینه. پس اینجا دقیقاً جاییه که تحقیقات بازار وارد بازی میشه تا جلوی این تصادف رو بگیره. چطور یه کارآفرین میتونه از این توهم که محصول من عالیه و همه منتظرشن فاصله بگیره و مطمئن بشه که واقعاً برای محصولش نیاز بازار وجود داره؟ سوال کلیدی همینه. باید از حالت ساختن به حالت یادگیری شیفت کرد. هدف اولیه نباید ساختن یه محصول بی‌نقص باشه. هدف باید رسیدن به تناسب محصول با بازار به سریع‌ترین و ارزان‌ترین شکل ممکن باشه. مردم برای درد شدید حاضرن هر کاری بکنن و پول خوبی هم بدن. اما ویتامین رو
ممکنه فراموش کنن یا اصلاً نخرن. این استعاره خیلی روشنگره، اما خب چطور میشه فهمید؟ چون خیلی از کارآفرین‌ها عاشق ایده خودشون هستن و فکر میکنن دارن بزرگترین درد دنیا رو درمان میکنن. با 2 کار مشخص. اول دست برداشتن از تخمینای خوشبینانه و روی آوردن به داده‌های واقعی. یعنی چی؟ یه اشتباه رایج تعریف خیلی گسترده از بازاره. مثلا یه استارتاپ که کفش طبی هوشمند میسازه نمیتونه بگه بازار هدف من کل بازار کفش هست. چون بازار واقعی اون شاید فقط افراد 50 تا 65 ساله‌ای باشن که مشکلات خاصی تو پا دارن. باید با داده‌های واقعی مثل آمار سرشماری اندازه دقیق این بخش کوچیک از بازار یا همون نیش رو پیدا کرد. و دومین کارم حتما گوش دادن بازخوردهاست. یادم جای خوندم که مغز کارآفرین طوریه که بازخوردهای منفی رو فیلتر میکنه. دقیقاً، فقط تاییدیه ها رو میشنوه. چطور میشه با این سوگیری مقابله کرد؟ ببین، این خطرناکترین نوع خودفریبه. بازخورد منفی به خصوص تو مرحله ساخت نمونه اولیه یا همون پروتوتایپ یه هدیه گرانبهاست. یه هدیه؟ بله، چون هزینه رفع یه مشکل تو این مرحله شاید چند ساعت کار باشه، اما بعد از تولید انبوه و عرضه به بازار میتونه میلیون‌ها دلار هزینه داشته باشه یا خب کل کسب و کار رو نابود کنه. یه نمونه کلاسیک هم داشتیم برای این اشتباه. بله، استارتاپ جویسی رو. آها، اون آب میوه‌گیری معروفه. دقیقاً. یه آب میوه‌گیری هوشمند $400 که 120 میلیون دلار سرمایه جذب کرده بود و به اینترنت وصل میشد. وای. ولی بعداً خبرنگارا کشف کردن که میشه پاکت‌های میوه مخصوص این دستگاه رو با دست فشار داد و دقیقاً همون مقدار آب میوه رو گرفت. یعنی هیچ نیازی به دستگاه نبود. هیچ. اونها یه نیاز واقعی رو حل نمی‌کردن. فقط یه ویتامین خیلی خیلی گرون قیمت ساخته بودن. این نکته جالبیه، یعنی رقابت فقط با شرکت‌های مشابه نیست. رقیب اصلی جویسرو در واقع 2 دست خالی بود. دقیقاً. این ما رو میرسونه به بحث تحلیل رقبا که خیلی‌ها فکر می‌کنن فقط باید به رقبای مستقیم نگاه کنن. شما بحث رو به یه نقطه بسیار حیاتی رسوندی. بزرگترین اشتباه تو تحلیل رقبا تمرکز صرف روی رقبای مستقیم و نادیده گرفتن رقبای غیر مستقیم و جایگزین هاست. رقیب غیر مستقیم یعنی چی دقیقاً؟ یعنی کسب و کاری که همون نیاز مشتری رو به روش کاملاً متفاوت برطرف میکنه. میشه یه مثال بزنی تا واضح‌تر بشه؟ حتماً. برای یه کافه دیگه رقیب مستقیمه، درسته؟ درسته. اما فست فودهایی که قهوه هم میفروشن رقیب غیر مستقیم محسوب میشن. یا برای یه باشگاه ورزشی باشگاه دیگه رقیب مستقیمه، اما اپلیکیشن های تمرین در خانه یا حتی مسیر پیاده روی پارک محله. دقیقاً. اینها بودجه، زمان و توجه مشتری شما رو هدف قرار میدن. برای اینکه رقبای غیر مستقیم خودت رو پیدا کنی، این سوال رو از خودت بپرس. اگه محصول من فردا ناپدید بشه، مشتری برای حل همین مشکل به سراغ چه چیزی میره؟ شاید جواب یه اپلیکیشن دیگه نباشه. ممکنه. شاید جواب یه قلم و کاغذ باشه، یه کلاس حضوری یا حتی انجام ندادن اون کار. اینها رقبای واقعی تو هستن. این دیدگاه واقعاً کل بازی رو عوض میکنه. پس استراتژی رقابتی هم باید خیلی هوشمندانه تر از این باشه که بگیم ما ارزون تنیم. قطعاً. ولی خب خیلی از استارتاپ های موفق مثل آمازون اوایل کار دقیقاً با استراتژی قیمت پایین بازار رو گرفتن. پس چطور یه بنیانگذار باید تشخیص بده که این استراتژی براش کشنده است یا یه فرصته؟ این یه سوال فوق‌العاده است. استراتژی قیمت پایین‌تر برای یه استارتاپ نوپا معمولاً یه بازی چطور بگم انتحاریه. انتحاری؟ بله. شرکت‌های بزرگ مثل والمارت یا آمازون به خاطر خرید در مقیاس عظیم و زنجیره تأمین بهینه میتونن قیمت‌ها رو پایین بیارن. استارتاپ این قدرت‌ها رو نداره. مثل مبارزه با چاقو توی جنگ تانک هاست. بهترین تعبیر همینه. استراتژی بهتر برای یه استارتاپ اینه که روی یه بازار گوشه‌ای یا نیش تمرکز کنه و اونجا روی کیفیت بالاتر، خدمات مشتری بی‌نظیر یا حل یه مشکل خاص که رقبا نادیده گرفتند رقابت کنه.
یعنی باید از جنگ مستقیم پرهیز کرد. باید هوشمندانه جنگید. به نظر میرسه همه اینها به یه استراتژی اولیه قوی و یکپارچه برمیگرده. از مدل کسب و کار گرفته تا تیمی که قرار این استراتژی رو اجرا کنه. چقدر این عوامل تو شکست‌ها نقش دارن؟ نقش بسیار پررنگی دارن. جالبه بدونی 17% استارتاپ‌ها به دلیل نداشتن یه مدل کسب و کار مشخص و 18% به خاطر مشکلات قیمت‌گذاری شکست می‌خورن. یعنی از روز اول نمیدونن چطور قرار پول در بیارن. دقیقاً، اما یه عامل حتی از اینها هم مهمتره. تیم. یعنی آدم‌ها از ایده هم مهمترن؟ مراحل اولیه قطعاً. تیمسازی اشتباه سومین دلیل بزرگ شکست استارتاپ است و 23% از موارد رو شامل میشه. 23%؟ و جالب اینجاست که این دلایل مثل دومینو عمل میکنن. یه تیم نامناسب که مهارت‌های مکمل ندارن، مثلا هر دو فنی هستن و کسی از فروش سر در نمیاره؟ دقیقاً این تیم به احتمال زیاد تو تحلیل بازخورد مشتری‌ها دچار سوگیری میشه. این سوگیری مستقیم به نادیده گرفتن عدم نیاز بازار منجر میشه و تهش باعث میشه پول رو صرف محصولی کنن که کسی نمیخواد. پس مشکل تیم ریشه مشکل بازار میشه. این ارتباط دومینووار خیلی مهمه. کاملاً. در مورد تیم چه اشتباهات مشخصی وجود داره؟ مثلا تعداد بنیانگذاران مهمه؟ بله، خیلی. جالبه بدونی که استارتاپ هایی که فقط یه بنیانگذار دارن از نظر آماری شانس موفقیت کمتری دارن. چرا؟ میتونه نشونه چند چیز باشه. شاید یه پرچم قرمز برای سرمایه‌گذارها باشه. نشون میده این فرد نتونسته حتی یه نفر دیگر رو، یه دوست نزدیک یا همکار سابق برای همراهی تو این سفر متقاعد کنه. یعنی نتونسته چشم اندازش رو بفروشه؟ دقیقاً. به علاوه داشتن هم بنیانگذار برای همفکری، برای انگیزه دادن به همدیگه تو روزای سخت و تقسیم کارها حیاتیه. کارآفرینی ماراتون روانیه و دویدن اون به تنهایی خیلی سخته. و البته انگیزه خود بنیانگذار هم خیلی مهمه. خیلی‌ها استارتاپ راه میندازن چون خب از شغل کارمندی خسته شدن، میخوان رئیس خودشون باشن یا فکر میکنن ساعت کمتری کار خواهند کرد. که اینها انگیزه‌های اشتباهی هستن و به سرعت به ناامیدی ختم میشن. چرا؟ چون داده‌ها نشون میده صاحبان استارتاپ‌های موفق تو 2 سال اول به طور متوسط هفته‌ای 50 تا 60 ساعت کار میکنن، خیلی بیشتر از یه شغل معمولی. این سطح از تعهد نیاز به یه اشتیاق واقعی به حل اون مشکل داره، نه فقط فرار از شغل قبلی. باید عاشق مشکل باشی، نه عاشق راه حل خودت. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم، برای تو که داری به این گفتگو گوش میدی، به نظر میرسه اون آمار 90% شکست یه عدد ترسناک و تصادفی نیست، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از اشتباهات قابل پیشگیریه. همه چیز با یه سوال اساسی شروع میشه. آیا داری یه درد واقعی رو درمان میکنی یا فقط یه ویتامین قشنگ عرضه میکنی؟ کاملاً درسته. نقشه راه بقا اینه. اول، اعتبار سنجی بیرحمانه و صادقانه نیاز بازار قبل از هر هزینه سنگینی. دوم، مدیریت هوشمندانه نقدینگی. به عنوان سوخت برای رسیدن به مقصد، نه خود مقصد. سوم، شناخت کامل تمام رقبا، به خصوص اونهایی که تو لباس مبدل ظاهر میشن، یعنی رقبای غیر مستقیم. و در نهایت و شاید مهمتر از همه، ساختن یه تیم هماهنگ با مهارت‌های مکمل و انگیزه درست که بتونه تو این مسیر پر از چالش دوام بیاره. و به عنوان نکته پایانی یه سوال برای تو که بهش فکر کنی. با توجه به اینکه خیلی از استارتاپ‌های بسیار موفق مثل اسلک یا توییتر تو مسیرشون یه تغییر مسیر یا پیوت اساسی داشتن، شاید مهمترین مهارت یه بنیانگذار توانایی اجرای بی‌نقص یه نقشه از پیش تعیین شده نباشه، بلکه داشتن این خرد باشه که بدونه چه زمانی باید اون نقشه رو کاملاً کنار بذاره و یه نقشه جدید بکشه.